pushaymonman qilgan ishim uchun. Ota-onamni xafa qildim. Yer yuzidagi jamiki musulmonlar 2 milliarddan xafa qildim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Rostdan chin yuragimdan men pushaymonman. پس از کاری بدبختانه را انجام دادن، آیا با بخشش پرسیدن کار بود می شود؟ البته که نه. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران و تماشاگران شبکه کاروان عمر. و فکرم این بدبخت را شما شناختید. 2 روز می شود که در رسانه‌های اجتماعی در این باره همه گپ زده ایستادند. ما هم خواستیم در این باره معلوماتی پوره گرفته بر شما نیز برسانیم. دوستان، از شما خواهش میکنم نوار را تا حد امکان تماشا کنید تا آخر با صبر باشید و به یار دوستان خود برسانید. به خاطر دیگران دیدن، آگاه شدن، در ویدیو یک تا لایک مانید، زیرا لایک شما سبب پهن گردیدن این نوار ما میگردد. دوستان عزیز، ناگفته نماند و فکری خود را حتما در این باره در کامنتاری نویسید. این سگ همان سگ است که نسبت مسلمان ها تجاوز خیلی بزرگی را انجام داد. البته شهروند ازبکستان است، از خون مسلمان هاست، اما نمیگوید که من مسلمان نیستم و خود را اتئیست میشمارد. فکری خود را حتما در این باره نویسید. این بدبختی لعین 1 هفته پیش در سامانه‌های اجتماعی ازبکستان نشر گردید. نسبت مسلمان ها کتاب مقدس ترین روی دنیا کلام خدا را زیر پا کرد. بالای این همه کم بود، در آن آتش زد و در آنیتاز گذاشت و بالایش پیشاب کرد. البته غضب مسلمان ها و نفرت مسلمان ها به انجام است و تا حد امکان ما در این باره بر شما معلوماتی پوره داده ایستاده ایم. سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار این تنها برای مسلمان ها کتاب قرآن را آتش زدن نبود و در نوار گفت من از همه مسلمان ها بخشش میپرسم، زیرا از این کاری کرده ام پشیمانم و از قرآن قصاص گرفتم. پدر و مادرم از این کارم ناراحت شدند و من را ببخشید. آیا شما در جای دیگران باشید یا اینکه آیا شما همین بدبخت را میبخشید؟ من باشم اصلا نمیبخشم و حواله اش را بر خدا میسپارم و میگویم که خداوند جزایش را دهد ان شاء الله. دوستان عزیز، این تنها برای مسلمان ها نه، بلکه پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیوی را با اهل و عائله‌اش تحقیر و حقارت های خیلی زیاد میکند. البته نسبت این چاره اندیشی کردند و بلاگران جمهوری ازبکستان خواهش کردند کسانی که در ایالات متحده آمریکا هستند این بدبخت را یافته حتما بر ازبکستان روان کنند تا اینکه جزای این دنیا را در ازبکستان خواهد گرفت. البته هیچ کس و هیچ چیز به پاسخ نمیماند، ناگفته نماند. ما متاسفانه نوار را با پررگی در اینجا گذاشتن نمیتوانیم، زیرا از شبکه‌های اجتماعی جمهوری ازبکستان به اجازت تنها رسم را گرفته بر شما پیشنهاد کرده ایستاده ایم. بسیاری مردم ما میگویند در این باره شما چرا نوار میکنید؟ بگذارید مردم ازبکستان نوار کردن گیرند. نه برادر، تو خطا میکنی. برای چی؟ برای آن که بلاگران ازبکستان نسبت ما تاجیکان نوارهای کردند. البته یک بلاگر ازبکستان اسکندر مکدان است که نوار چند سال پیشینه را گرفت، گفت تاجیک در زپل است. آیا شما این را با چشم بد نظر میکنید یا اینکه میگویید که این خیلی کاری خوب کرد؟ البته این سامانه‌های اجتماعی برای ما آن درس را نشان میدهد که ما باید خوشبختانه و خوشحالانه با اخلاقانه رعایت نماییم و شبکه را پیش بریم. از همین سبب من هم خواستم در این باره بر شما نوار کنم تا که مردم تاجیکستان هم آنقدر مردم بی‌شرف نیستند. ما تا امروز بر حقی بر نفسی کسی نرسیدیم و نخواهیم رسید. تنها ما این خبر را برای شما پیشنهاد کرده ایستاده‌ایم و خلاص. در نوار بعدی چگونه دستگیر شدنش را بر شما پیشنهاد میکنم.
البته دوستان عزیز از شما بازخواهش به خاطر دیگر نوارهای ما را دیدن با خبر شدن در ویدیو آبونه شوید، یعنی تگمچه پادپیساتسیا را زیر کنید و از نوارهای نو با نوی ما با خبر باشید. ما با شما شاد هستیم و پیشروی ما با دستگیری شما هست. دوستان عزیز با شما هستم من کریموف عمر. درباره نوارهای آینده حتما معلومات پورا خواهید گرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زاگرام پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید، البته جواب پورا و عمیق به شما روان میکنند و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار